بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. سلام و درودی به پایان محضری همه شما همراهان و دوستان برنامه حدیثی رحمت. آریا سهراب هستم از استودیوی رادیو مهر. ماه رمضان ماه برکت و مغفرت الهی به روزهای پایانیش رسید. امیدوارم ما و شما از جمله بندگان آمرزیده شده‌ای درگاه خداوند باشیم. آرزو میکنم حالا که یک ماه به یاد خدا بودیم، ذکر خدا را گفتیم، انفاق کردیم و افطاری دادیم، قرآن خواندیم و نمازهای با صفا خواندن را تمرین کردیم، بتوانیم همچنان همین عادتهای خوب مسلمانی را در خودمان باقی نگاه داریم. خیلی از هموطنان بزرگوار ما سعی کردند تا با بهانه کرونا و تعطیل شدن و بیکار شدن بسیاری از همشهریانمان دستگیری کنند و در این ایام با فضیلت رمضان از ثواب انفاق و خیرات بهره‌مند شوند. ما امیدواریم که این موج مهربانی در میان ما مردم تاجیکستان هر روز بیشتر و بیشتر شود. و اما امروز هم در خدمت استاد گرامی هستیم تا حدیث امروز را بشنویم. همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاری. امام بخاری رحمت الله علیه در حدیث 4934 صحیح بخاری روایتی را از ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که گوید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تلاش کننده برای حل مشکلات و امور بیوزن و مسکین همانند مجاهد در راه خدا و یا مثل نمازگزار در طول شب روزدار در طول روز است. موضوع اصلی حدیث شریف توجه دادن مسلمانان به اخلاق اجتماعی اسلام در زمینه رسیدگی به امور نیازمندان و محرومان به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه می باشد. تلاش و رسیدگی به امور و مشکلات کل افراد جامعه بالاخص محرومان و نیازمندان یک واجب اخلاقی و اجتماعی است و یادآوری ارمله و مسکین یعنی بیوزن و مسکین از باب ذکر مصادیق است، نه اینکه سعی و تلاش تنها در راستای رسیدگی به امور این دو گروه اختصاص داشته باشد. شاید در ذهن ما این سوال پیش آید که چرا اسلام به این مسائل اجتماعی توجه خاصی ظاهر می نماید؟ در پاسخ این سوال می توان گفت استحکام و پایداری جامعه در برابر هر نوع مشکلات روزگار، چه مشکلات طبیعی باشد از قبیل حوادث ناگوار طبیعی و سوانح و امراض مرگبار و چه مشکلات غیر طبیعی همانند تعدی و تجاوز دشمن خارجی و یا جنگ‌های داخلی، همه اینها بستگی به نوع روابط اجتماعی دارد. یعنی حل این مشکلات وابسته به نوع روابط اجتماعی است. اگر این روابط قوی و ریشه‌دار باشد، پیروز شدن بر هر مشکلی برای اهل جامعه میسر خواهد بود.
و اگر این روابط سست و بیپایه باشد، در نخستین برخورد با مشکلات شیرازه جامعه از هم می پاشد و مصیبت‌ها فراگیر خواهد شد. رسیدگی به امور و مشکلات افراد جامعه باید تحت برنامه دقیق و منطقی صورت بگیرد. از این رو تأکید بر اولویت رسیدگی به امور محرومان جامعه از جمله این نوع برنامه‌های دقیق و منطقی می باشد. در رسیدگی به امور محرومان اولویت با قشری است که نسبت به دیگران آسیب پذیرترند و می توان از این قشر ایتام بی سرپرست، پیرمردان و پیرزنان تنها و بیکس، معلولان و امثال اینها را نام برد. البته در مورد افرادی که مشکلات مالی دارند و فقیر و تنگ دست هستند باید گفت مشکلات و نیازهای آنان سزاوار است با توجه به ریشه و اسباب فقر و نداری حل شوند. در سیره رسول خدا علیه السلام آمده است که در یکی از موارد جوان تنگ دستی در مسجد از ایشان درخواست کمک کرد. رسول الله از او خواستند که هرچی در منزل دارد بیاورد. آن جوان رفت و تنها یک روپوش ساده و یک ظرف را خدمت ایشان آورد. رسول خدا آن اشیا را به 2 درهم به فروش رسانیدند و به آن جوان دادند و گفتند برو به یکی از این درهم‌ها طعامی برای خانواده تهیه کن و بفرست و به 1 درهم تبر خریداری نما. جوان با تبر آهنی برگشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله برای آن تبر دسته‌ای را درست کرد و به او فرمود برو و هیزم تهیه کن و آن را در بازار به فروش برسان و پس از 15 روز برگرد. آن جوان بعد از 15 روز برگشت در حالی که 10 درهم کاسب شده بود. به نیمی از آن طعام و به نیمی دیگر لباس تهیه نمود. رسول خدا علیه السلام فرمودند هذا خیر لك من ان تجیء بالمسأله نکته فی وجهک یوم القیامه. این کار برای تو بهتر از آن که اثر سؤال و گدایی در روی تو روز قیامت هویدا گردد. این روش مدبرانه رسول خدا به عنوان رهبر جامعه نشانگر توجه جدی اسلام به اصلاح امور و حل مشکلات جامعه از اساس و ریشه می باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارزش سعی و تلاش در راه کمک به محرومان و برآوردن حاجت نیازمندان را همانند ارزش جهاد در راه خدا، احیای شب با راز و نیاز و سپری کردن روزها با روزداری می دانند. اگرچه در اخبار دیگری که از ایشان وارد شده است ثواب و پاداش این عمل نیک بالاتر از همه ثواب هاست. در خبر آمده است که رسول خدا علیه السلام فرمود من قضا حاجتا لاخیه فکأنما خدم الله عمره. کسی که نیاز برادر خود را برآورده کند گویا تمام عمر در خدمت خداوند بوده است. طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. رهی نیک مردان آزاده گیر، چو استاده‌ای دست افتاده گیر. فضیل ایاز گوید شنیدم که پیامبری از پیامبران خدا چنین مناجات می کرد یا رب کیف لی ان اعلم رضاک عنی. پروردگارا چگونه بدانم که تو از من تا چه حد راضی و خوشنود هستی؟ خداوند در جواب او فرمود انظر کیف رضا المساکین عنک. نگاه کن که بینوایان و فقرا تا چه حدی از تو راضی و خوشنودند. رسول خدا می فرمایند
ان من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على المؤمن و ان یفرج عنه غما او یقضی عنه دینا او یطعمه من جوع. همانا از محبوب ترین اعمال در محضر خداوند وارد کردن خوشحالی بر قلب مؤمن، برطرف کردن غمی از او، پرداختن قرض و وامهای او و یا دور کردن گرسنگی با طعام دادن به او می باشد. همه ارشادات و توصیه های رسول خدا صلی الله علیه و آله و بزرگان دین در این باب قبل از همه متوجه حاکمان و مسئولین و افراد ثروتمند جامعه است. اگر این افراد بخواهند که در محضر خداوند محترم باشند و رضا و خوشنودی پروردگار را بخواهند، در امر رسیدگی به نیازهای نیازمندان جامعه کمر همت ببندند و عمر و فرصت خیش را در راه به دست آوردن دلهای شکسته و التیام بخشیدن به زخمهای جامعه دریغ نورزند. مگر ارزش و پاداش عمر آدمی بهشت جاودان و رضوان خداوندی نیست که خدا می‌فرماید ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. در سوره توبه آیه 111 می‌فرماید خدا جان و مال و ثروت اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده و رضوان من الله اکبر، و برتر و بزرگتر از هر نعمت مقام و رضا و خوشنودی خدا را به آنان کرامت فرماید. پس سعی کن که ارزش و بهای خود را تا فرصت و امکان داری به دست آوری. این نکته را نیز باید یادآور شد که بنده هر چیزی که در اختیار دارد همه نعمت و داده های الهی است. لذا هر حقی را که حق سبحانه و تعالی به او داده است، هر امکانی که به او داده است که می تواند نیاز مسلمانی را برآورده سازد، باید به شکرانه آن نعمت از سعی و تلاش خود دریغ ندارد. چو خود را قوی حال بینی و خش، به شکرانه بار ضعیفان بکش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر بسیار از استاد نصیب الله عمرو و شما دوستان و شنوندگان عزیزی برنامه حدیث رحمت. پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی. عاشق‌تر از همیشه سر به آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری.
برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org